اگه یک کلاغ با یه زرافه ازدواج کنن بچهشون چی میشه؟ محسن اگه کلاغ چی میشه محسن اگه یک کلاغ با زرافه ازدواج کنن؟ میشه کلافه. محسن اگه یه قورباغه و توتی ازدواج کنن بچهشون چی میشه؟ محسن یه قورباغه و توتی قوطی. چون اولش قورباغه بوده قو داشته و آخرش تو داشته قوی این با تیه این میشه قوطی. محسن جان محسن اگه یه جوجه تیغی با کرم ازدواج کنه بچهشون چی میشه؟ جوجه تیغی با کرم نمیدونم. سیم خاردار. محسن میدونی شوهر عروس دریایی کیه؟ شوهر عروس دریایی نمیدونم. دوماد دریایی. چون اون عروس دریایی بوده اینا با هم ازدواج کردن. این دوماد دریایی هست زیر دریا حلقه بکش.